باید راهی یافت برای زندگی را زندگی کردن، نه فقط زندگی را گذراندن. باید راهی یافت برای صبح‌ها با امید چشم گشودن و برای شب‌ها با آرامش خیال خوابیدن. اینطور که نمی شود که زندگی را فقط گذراند. نمی شود که تمام شدن فصلی و رسیدن فصل جدید را فقط خنک‌های ناگهانی هوا یادت بیاورد. نمی شود تا نوک دماغت یخ نکرده حواست به رسیدن پاییز نباشد. اینطور پیش بروی روزی چشم باز میکنی که خودت را میان خزان زرد زندگیت میابی و یادت هم نمی آید چطور گذرنده ای مسیر بهار و سبز زندگیت را. اصلا خدا را هم خوش نمی آید راحت داده به دنیایش که نقشت را ایفا کنی. یک روزی خوب، حتی یک روزی بد، یک روزی شیرین و حتی یک روزی تلخ، یک روزی آرام و حتی یک روزی پرهیاهو. وظیفه تو زندگی را با تمام و کمال زندگی کردن است و تمام سکانس های تلخ و شیرینش. نمی شود که همه اش خسته باشی و سر سکانس های تلخ بهانه بیاوری و گوشه‌ای به قهر کس کنی و بازی نکنی. حق داری که خستگیت را درک کنی، اما حق نداری که دیگر مسیر را ادامه ندهی. اینطور که نمی شود. تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد. باید زندگی را زندگی کرد. شکست ها و نگرانی هایت را رها کن. خاطراتت را. نمی گویم دور بریز، اما قاب نکن به دیوار دلت. در جاده زندگی نگاهت که به عقب باشد زمین می خوری. زخم برمی داری و درد می کشی. نه از بیمهری کسی دلگیر شو و نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم. به خاطر آنچه که از تو گرفته شده دل سرد مباش. تو چی می دانی؟ شاید روزی ساعتی آرزوی نداشتنش را می کردی. تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار. هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعتها برعکس نفس بکشد. در آینده لبخند بزن. این همان جایی است که باید باشی. هیچ کس تو نخواهد شد. آرامش سهم توست. سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی. قصه عشق انسان بودن ماست.